را دعوت میکنیم که در جشن نوروز بیایید. ما برای همین هم روادید را از بین برداشتیم. جشن نوروز ما جشن خانوادگی نیست، جشن عمومی ملی است. سلام، امروز قراره بریم سراغ یکی از موندگارترین چهره‌های تاجیکستان. کسی که بیشتر از 30 سال رئیس جمهوره و خیلی پشتش حرف و حدیثه. امام علی رحمانوف. رحمانوف تو سال 1952 تو شهر کولاب به دنیا اومد. قبل از اینکه وارد سیاست بشه اون فقط یک کشاورز. مدرک اقتصاد داشت و خیلی معمولی شروع کرد. سال 1992 بعد از اینکه جنگ داخلی توی تاجیکستان رخ میده و کشور توی بحران شدیدی، امام علی رحمانوف وارد میشه. خیلی سریع قدرت گرفت و شد رئیس شورای عالی و بعدش هم رئیس جمهور شد و تا الان هم رئیس جمهور مونده. اون با تغییر قانون اساسی تونست چند بار رئیس جمهور بمونه. یه جورایی شده تو پادشاه مدرن تاجیکستان. تاجیکستان بدون رحمانوف قابل تصور نبود برای خیلی‌ها. رحمانوف همیشه به زبون فارسی و هویت تاجیکی تاکید داشت. ولی رابطش با ایران نوسانی بود. خیلی نوسانی بود. یه وقتای گرم بود، یه وقتای خیلی سرد بود. البته همه راضی نیستن. حزبای مخالف و رسانه ها هم خیلی محدودن. بعضی میگن کشور بیش از حد متمرکز شده روی یه نفر. رحمانوف خیلی شخصیت پیچیده‌ای داره. از یک طرف ثبات، از یک طرف فشار زیاد، کنترل. شما چی فکر میکنید؟ به نظر شما تاجیکستان بدون رحمانوف آینده روشنتری داره یا نداره؟ لایک و سابسکرایب یاد نره که کلی ویدیوی جذاب دیگه تو راه داره. حتما برامون کامنت بذارین که به نظر شما راجع به چه شخصیت دیگه صحبت بکنیم.